درود همدیگرانی عزیز. اینک ما در شهر پنجکین هستیم. در شهر پنجکین ما برای شاگردمان چه که وعده کردیم موضوع نخون کارخانه شدیم. امروز اینک چند روز شد که بیمارا اومده همسایه ها مراجعت کردستند. آستا کارخانه کشاد شدن میگیرد. ما پیش فعالیت خود را از سال 2010 در تاجیکستان سر کردگی هستیم. ما با یک بیمار طول یک سال کار میکردیم. در یک سال خداوند با او شفا میداد، ما سبب میشدیم. چند کورس میگذاشتیم. از تجربه کاری آهسته پیشروی کردیم. آهسته کسل رو ما در 6 ماه ثابت میکردیم. آهسته ما در 4 کورس، در 2 کورس. امروز ما در 3 روز زیاد 4 روز تمام استمرار رو جابجا میکنیم. بیمار شفای خود رو در آب مییابد. اینا نزد ما اپای سفر آمدگی اینا تابت گرفتگی در طول 4 روز. مثال دیگر بیمار سمرقند رفتگی، دیگر جا رفتگی، چندین بیمارخانه رفتگی شفاشون نیافتند. در 3 روز همیجا شفاشون یافتند. مرحمت نخوتان گپ زنید. سلام و درود به کل نشستگان این بیمارخانه. من امروز طول 3 روز است که ما در اینجا شفا گرفته استادیم و طبابت گرفته استادیم. طبابت ما اینقدر دور مدراز هم نشد. به راه‌های دراز به دوشنبه به مسکو به سمرقند به تاشکند رفته سبب نشدگی بیماری ها من امروز در 3 روز کشاده شده رفته استوده است. ما بیماران از نام همه شما مینداری خود رو به شیخ بختیار میرسانم که ما رو در 3 روز راه گرد کردن. راه گشته نمیتونستن بیماران. میندار هستیم و من راهی دور دراز ما نزدیک شد. در شهر پنجکین جماعت دهاتی لایق شیرالی بیمارخانه یارو و موضوع شده شد. من مرحمت بیایتان طبابت گریتان شفا یابیتان. شما چندین جا تابت رفته بودین؟ سمرقند رفتم. خیر در دوشنبه هم چند تا دکتر رو به مراجعت کردگی بودم. از سال 2016 این طرف رسیه نرفتگم. من امروز در اینجا خوبتر خود رو حس می‌کنم. در چند روز شما شفای خود رو یافتید؟ در 3 روز. در 3 روز. مرحمت شما این کس یکم روز نزد ما اومدگی هستند. مینداری خود رو میکنید. من خیلی شدم که با تشبوسی موضوع یارو و خیلی بیمارخانه در دهه ما شده شد. بسیار بیمارانه که برای های دور میرفتن راه آنها نزدیک شد. ما از تشکیل شدن چون کارخانه ها خیلی شدیم و با سرکردگان آن، با آغاز کنندگان آن، با دکتر آن بختیار شایف از نام همه باشندگان جماعت لایق شیرالی مینداری خود را اظهار میکنم. این خیلی طبابتگاه ها بسیار شوند و بیماران کسی شفا یابد. هزار رحمت. این کسان بیماری ما هستند. این کسان در 3-4 روز شفای خود رو یافتند. چندین جا رفته طبابت کردند شفاشان نیافتند. همیشه سببی شفای خداوند سببی در روح ما کرد. من نداری خود را از اول با دکتر شایف بیان می نمایم. از اپای مغزونه هم ندار هستم که چنین کلینیک را تشکیل کردم. راهی دور رو به ما نزدیک کردم. من طول 4 سال است که به این درد گرفتار هستم و چندین بارها طبابت گرفتم شفا نیافتم و با سبب دکتر عزیز بختیار شایف در مدت 3 روز من شفا یافتم. با خدا خواهد نرز می شوند و بیمارانی که چنین درد دارند و استومهره به گریجه گرفتار شدن توصیه می دهم که با نزد دکتر شایف بیایند و طبابت گیرند شفا یابند. و نزد موضوع شاگرد برای شما تایید کردیم که بیاییم. اساس از موضوع ندار که چنین کلینیک را تشکیل کردند و کارخانه را تشکیل کردند. ما بیماران شفا یافته شدیم
زحمت تشکر. سلامت باشید. این کسان بیماری ما هستند که اینا در توبت هستند، اینا هم توبت گرفتند. ما برای توبت خودمون 99% کفالت داده میتونیم که در 3 روز زیاد 4 روز تمام استونها رو ما روز کرده میگیم. ما در سخنهای خودمون، در کارهای خودمون کفالت داده میتونیم. کسی باور ندارد مرحمت مراجعت کند نشون میدیم. اینا موازنه شاگرد ما این کسان ما تیار کردیم و امروز تا روز وای شاگرد است، تا روزی که من هستم شاگرد میموند. لیکن یاد دادم میگیریم. سلامت باشید. رحمت دارید توجه.